امروز قراره با هم این ماکارونی ساده و خوشمزه رو درست کنیم. پس کانالم رو سابسکرایب کن و تا آخر این ویدیو با من همراه باش. واسه شروع کار پیاز خلال شده رو با مقداری روغن تفت بدید. گوشت چرخ شده رو هم اضافه کنید و تفت بدید. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر آبشم، پودر دارچین، پودر سیر و نمک اضافه کنید و تفت بدید. ربع گوجه رو اضافه کنید، کمی تفت بدید و مواد رو با هم مخلوط کنید. نصف لیوان آب اضافه کنید و زمان بدید تا آب مواد کشیده بشه. به آب در حال جوش روغن، نمک، زردچوبه و ماکارونی رو اضافه کنید. 5 تا 6 دقیقه زمان بدید. سپس با آب نیمه سرد آب کشی کنید. مقداری از روغن مواد ماکارونی رو به قابلمه اضافه کنید. تهدیگ دلخواهتون رو قرار بدید و از مواد آماده شده در لابلای ماکارونی بریزید و به مدت 45 دقیقه روی حرارت ملایم قرار بدید تا آماده سرو بشه. نوش جان.